یک حرف کاملا غلط است که ما به خاطر که عبرت شود برای مردم یک بیگناه رو بزنیم، بکشیم، شکنجه بکنیم یا اذیتش بکنیم که درس عبرت برای دیگران شود. یعنی واقعا یک حرف احمقانه است برادر عزیز. این کسی که گفته هیچ وقت امکان نداره که یک انسان عالم دین باشه، یک انسانی که اقل از ابجدیات دین آگاه باشه. الله متعال در قرآن کریم، من سوره رو برای شما وقتی داشتی صحبت میکردید آوردم، سوره انعام آیه 164، الله متعال میفرماید در جزئی از این آیت که ولا تکسب کل نفس الا علیها. یعنی الله سبحانه و تعالی در اینجا میفرماید که هیچ کس گناه هیچ کس دیگری را حمل نمیکنه. یعنی هیچ کس گناهی رو مرتکب نمی شود مگر آنکه مسئولش خودش هست. ولا تزر وازرة وزر اخرى. و هیچ کس گناه کسی دیگری رو به دوش نمیبره و مورد بازخواست قرار نمیگیره. کل نفس بما کسبت رهین. در آیه دیگه میگه هر کس مسئول آنچه که خودش انجام داده است. این که ما برای اصلاح جامعه بگیریم مردم رو بکشیم، شکنجه بکنیم، در کجای دین آمده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم این همه اذیت شدن، این همه سختی ها کشیدن، طایف رفتن. ببینید طایف رفتن، در طایف به مردم چیزی نگفتن، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگوین لا اله الا الله تا رستگار شوین. بزرگان ثقیف یا طایف در اونجا کودکان خودشان را، بردایشان را امر کردند که این دو نفر رو با سنگ بزنن. زید ابن حارثه بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم. انقدر با سنگ و چوب زدن این دو نفر رو که از سر و صورت پیامبر صلی الله علیه و سلم خون جاری شد. حتی کفش‌های مبارک، زید ابن حارثه کفش‌های مبارک پر از خون شد. تا اینکه به یک باغی پناه بردن و قضیه عداس و جریاناتش در سیرت ذکر شده. در همون جا بود که جبرئیل آمد، گفت ای محمد، الله متعال منو فرستاده. کسانی که طایف رفتن، نمیدونم کسایی که رفتن دیدن، کسایی که نرفتن چطور وصف کنم. طایف یک منطقه ای است بالای کوه، یعنی از مکه حدود 75 کیلومتر است. شما در طول این 75 کیلومتر همینطور در بین کوه پایا میرید بالا. یعنی در مکه مثلا درجه حرارت 50 درجه است، در طایف 25 درجه است. اینقدر سرد است اونجا. بعد کوههای بلند است و خود شهر طایف در بین دو تا کوه بسیار بلند سر به فلک کشیده است. جبرئیل آمد گفت ای محمد، الله متعال منو فرستاده، گفته که این دو تا کوه رو اگر تو اجازه بدی این دو تا کوه رو با هم میچسبانم و این قوم رو در بین این دو تا کوه از بین میبرم. رسول الله صلی الله علیه و سلم چه فرمودن؟ گفتن نه خیر، شاید از نسل اینها انسانهایی بیایند که الله سبحانه و تعالی رو به یگانگی بپرستن. 22 سال بعد یا 20 سال بعد تقریبا، بگیم 20 سال تقریبا میشه گفت، بین 15 تا 20 سال بعد از فتح مکه مردم طایف مسلمان شدند و از بین مسلمانان این شهر چه علما، چه بزرگواران، چه صحابه هایی، چه تابعینی بودند که چه خدماتی به اسلام انجام دادن. حتی همون بدنامشون که حجاج ابن یوسف ثقفی بود، چه خدماتی هم انجام داد. سرکوب خوارج، خدمت به قرآن، همون شقی و ظالم و ستمگرشون هم خدمت کرده در مقابل ظلم و جنایت هم که کرده. آیا پیامبر نمیتونست بگه که خب خوب کاریه، بذار اینا رو اینطوری بزنیم که خبر به مکه و مدینه برسه که اینا هم درس عبرت بگیرن که اگر منکر من بشن خلاصه این بلا سر اونا هم میاد؟ یا پیامبر صلی الله علیه وسلم از اون قدرت معنوی و اون ارتباطی که با وحی داشت گاهی استفاده کرد که بگه سر مردم مکه سنگ بباره، یکی از اینها بسوزه، یکیش نمیدونم فلان بشه؟ نه، دین با اخلاق، با الله سبحانه و تعالی خطاب به پیامبر. شما ببینید به پیامبر، من این آیه را خدمت شما بیارم نشون بدم.
دین با رحمت، با نصیحت، با حکمت پیش میره. الله متعال پیامبرش رو تعریف میکنه، یعنی یک نوع تعجبی میکنه از این پیامبری که انتخاب کرده الله متعال. فبما رحمت من الله لنت لهم، ای محمد تو به سبب چه رحمت الهی است که تو با آنها اینقدر نرم خو و مهربان شدی. سر پشت خانه پیامبر میومدن آشغالاشون رو، چیزاشون رو، زن ابولهب و مشرکین میریختن. پیامبر از در میاد بیرون، نمیگه خدا شما رو بزنش، خدا شما رو نابود کنه، شما تو جهنم برید. شما اگر پیامبر این دعا رو میکرد همون لحظه عذاب نازل میشد بر اونها. میدونی چی میگه پیامبر؟ یا بنی عبدمناف هکذا یکرم الجار، ای فرزندان عبدمناف. چیکار میکنه؟ جدشون، جد مشترکشون، عبدمناف جد مشترک زن ابولهب و ابولهب و ابو جهل و بنی هاشم و بنی مخزوم، یعنی جد مشترکشون بود. اینها رو تذکر میده که بابا جان ما شما که فرزندان یک انسان هستیم. ای بنی عبدمناف، این گونه شما با همسایتون برخورد میکنید؟ این گونه پیامبر مردم رو به دین دعوت کرده. فبما رحمت من الله لنت ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اگر تو سنگدل می بودی، اگر تندخو می بودی، مردم از اطراف تو پراکنده می شدن. فاعف عنهم، آنها را ببخش. ببینید الان طرف پیامبر رو داره اذیت میکنه. منافقین، بعضی مفسرین میگن در مورد منافقین نازل شده. فاعف عنهم، یا در مورد گناهکاران نازل شده. فاعف عنهم، اونها را ببخش. واستغفر لهم، براشون طلب استغفار بکن. و شاورهم فی الامر، با اونها در امورت مشوره هم بکن. فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. الان بیاید اینو در زندگیمون تطبیق بکنیم. شما مثلا با پسرعمویتون مشکلی دارید، آیا به شما فحش داد، با شما دعوا کرد، شما با لطف برخورد میکنید یا نه مقابله به مثل میکنید؟ بسنجیم الان در ترازوی رسول الله صلی الله علیه و سلم، بسنجیم خودمون رو. تندخویی میکنید، درشتخویی میکنید، بد اخلاقی میکنید، فحش بهش میدید، ناسزا میدید، یا نه با نرمخویی و با ادب و با احترام باش برخورد میکنید؟ بعد از اون آیا او رو میبخشید؟ آیا برای او دعا میکنید؟ چند تای ما امروز در نمازهایمان برای دشمنانمون دعا کردیم که خدا هدایتشون بده؟ برای کسایی که با اونها مشکل داریم دعا کردیم که خدا هدایتشون بده؟ چند نفر از ما بعد از اینکه بخشیدی، براش دعا کردی، آیا دعوتش میکنی یک روز خونت که بیا یک امر مهمی دارم؟ به طور مثلا میخوام عروس بکنم، میخوام دخترمو به شوهر بدم، بیا با هم مشوره بکنیم. این کارو میکنید؟ پیامبر مأمور شده به این کار. و همین بود که پیامبر در 23 سال نسلی رو تربیت کرد که در 30 سال نصف دنیا رو گرفتن و به اخلاقشون گرفتن. بعضی میخوان اینطوری جلوه بدن که اسلام دین زور بوده و شمشیر بوده فلان. در چند جا اسلام شمشیر زده؟ اونم بر علیه کی شمشیر زده؟ شما رو برید بزرگترین کشورهای اسلامی، اندونزی، مالزی، اینا رو ببینید، بزرگترین کشورهای اسلامی نگاه جمعیت، کل جمعیت مسلمان‌ها یک طرف، جمعیت اندونزی و مالزی یک طرف، یک قطره خونم ریخته نشده در اونجا. همونایی هم که در کشورهایی که فتح کردن با جنگ وارد شدن، امروز قبرهایشان زیارتگاه هست در اونجا. کدام متجاوز رو دیدید که امروز قبرش، کدام فرمانده روس، کدام جنرال روسی رو امروز قبرش در افغانستان مردم زیارتگاه درست کردن؟ از کدام جنرال آمریکایی و فرمانده ناتو رو درست کردن؟ اما اون کسایی که 3 بار با مردم افغانستان جنگیدن، بر مردم افغانستان غالب شدن، امروز قبرشان شاهد شمشیره و شهدای ساله، اینا کیا هستن؟ اینا کسایی هستن که با زور شمشیر افغانستان رو فتح کردن. چرا قبرای اینها رو مردم زیارتگاه درست کردن؟ چون بعد از جنگ دیدن نه، اینا اون انسانایی که میگفتن نیستن، اخلاقشون مردم رو
اینا رو اعتقاد داره که اینا اولیاء الله هستن و بودن واقعا. تعداد اندکی بودن ظالم و ستمگر در دورای اسلامی بودن، اما اکثرا از اخلاق صحابه و تابعین مردم متاثر شدن. به خاطر همین بیشتر یعنی ما بعد از بنی امیه نه تنها فتوحات نداشتیم، بلکه همون جاهایی رو که اونا فتح کرده بودن ما از دست دادیم. سبب چی است؟ سبب اونا با اخلاق صحابه و تابعین فتح کردن اونجا رو.